Your Highness, thank you. والا حضرت، از سخنرانی فوق‌العاده شما بسیار سپاسگزارم. حضور دوباره شما، خانواده و همکارانتان در دانشگاه براون مایه افتخار بزرگی است برای ما. واقعاً یک افتخار است. ما این بخش از برنامه را به شکل یک گفتگو ترتیب داده ایم. پیش از تشریف آوری شما با برخی از اعضای جامعه براون مشورت کردیم و سوالاتی را که ممکن است از شما داشته باشند گردآوری نمودیم و امیدوارم بتوانیم در مورد برخی از پاسخها گفتگو کنیم. تا حد توان تلاش خواهم کرد. بسیار خوب. یک سوال کلی. شما یک رهبر جهانی هستید. نهادهای شما به طیف گسترده‌ای از موضوعات مانند معارف، مراقبت‌های صحی، محیط زیست، فرهنگ و توسعه تشبثات می‌پردازند. آیا ممکن است برای ما توضیح دهید که این فعالیت‌های بسیار گسترده چگونه با اخلاق اسلام ارتباط پیدا می‌کند؟ همچنان شما در مورد کیفیت زندگی صحبت کرده اید. این مفاهیم چگونه با همدیگر مرتبط هستند؟ فکر می کنم این موضوع اولتر از همه به این مفهوم برمیگردد که در اسلام دین و دنیا از یکدیگر جدا نیستند. ما در برابر دین و دنیا هر دو مسئولیت داریم و در واقع باور من این است که شما نمی توانید یکی را به خاطر دیگری رها کنید. باید در هر دو زمینه استوار باشید. بنابراین اگر چنین است، شما باید در زندگی مادی خود نیز مؤثر باشید و در عین حال یک مؤمن صادق. فکر می کنم نکته دوم این است که در اسلام مفهوم امانت وجود دارد. واژه دقیق آن فعلا در ذهنم نمیاد، اما اساساً دین میگوید که خداوند آفرینش جهان را به نوع بشر سپرده است تا آن را بهبود بخشد. و اصول این است که شما هنگامی از این دنیا بروید که جهان را در وضعیتی بهتر از آنچه در زمان تولدتان بود ترک کرده باشید. پس شما خود را از زندگی واقعی جدا نمی سازید، بلکه تلاش می کنید آن را بهبود بخشیده و در حالت بهتری به دیگران به جا بگذارید. تشکر. میخواهم کمی بیشتر در مورد شبکه انکشافی آقاخان بپرسم که شما تلاش زیادی برای آن صرف کرده اید و تأثیر بسیار مهمی بر زندگی مردم در سراسر جهان داشته است. شبکه انکشافی آقاخان چگونه میتواند به بهترین شکل به تقویت انکشاف اقتصادی و جامعه مدنی در کشورهایی که در آن فعالیت‌های گسترده داشته کمک کند؟ و همچنان بسیار علاقه‌مندم بدانم که رویکرد شما در طول زمان چگونه تغییر کرده است. آیا امروز کارها را متفاوت‌تر از 16 سال پیش انجام می‌دهید؟ خب ما مانند هر سازمان دیگری کار خود را با فعالیت در چارچوب کشورهای مشخص، مناطق و امثال آن آغاز می کنیم. بنابراین قطعاً از سال 1957 تغییرات گسترده‌ای رخ داده است. اگر به گذشته فکر کنید، به یاد خواهید آورد که بخش بزرگی از آفریقا و آسیا تحت سلطه استعمار بود. جنگ سرد هنوز ادامه داشت و تمام مشکلات مربوط به اصطلاح استعمار زدایی و نظریه‌های جدید اقتصادی که در کشورهای در حال توسعه آزمایش می‌شدند وجود داشت. آن دوران زمان بسیار دشواری بود. پس بلی، شرایط تغییر کرده است و تغییرات گسترده‌ای بوده است. زیرا به باور من امروز یک عملگرایی جدید در نگاه مردم و دولت‌ها به آیندهشان وجود دارد. شبکه انکشافی آقاخان چگونه میتواند کمک کند؟ بنابراین فکر میکنم اولین گام تحلیل دقیق نیازمندی‌های هر کشور و هر منطقه است و شما نمیتوانید آفریقا را با آسیای مرکزی و غیره مقایسه کنید. بنابراین فعالیت‌های ما مشخصاً برای هر کشور یا منطقه طراحی میشود. دوم، ما به آنچه من آن را خلاها یا اشتباهات برنامه ریزی مینامم توجه میکنیم. برای مثال، وضعیتی را در کنیا برای شما مثال میزنم که در آن تصمیم گرفتند تعلیمات ابتدایی را در سراسر کشور رایگان کنند، اما به پیامدهای آن بر تعلیمات ثانوی و عالی توجه نکردند. اینها از جمله مسائلی است که ما به آن میپردازیم.
فکر می کنم گام سوم تمرکز بر مناطقی است که به طور مشخص محروم ماندند. شمال کشور مالی را به عنوان یک نمونه بارز و شمال غرب پاکستان را به عنوان نمونه دیگر می توانم ذکر کنم. اینها همه مناطق به شدت پرخطر و فقیر هستند. این چیزی نیست که ما بخواهیم با آن زندگی کنیم. ممکن است کمی به طور مشخص در مورد کارهایی که برای بهبود سعادت عامه انجام داده اید صحبت کنید؟ فکر می کنم ما در جهان در حال توسعه شاهد یک تغییر بزرگ در تهدیدات صحی بوده ایم. اگر امروز با اکثر دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه آسیا و آفریقا صحبت کنید، آنها به ویژه از هزینه بیماری‌های غیرساری شکایت دارند. این به یک عامل اصلی تبدیل شده است. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که اولاً بر تلاش برای پاسخگویی به این چالش تمرکز کنیم که به معنای مراقبت‌های تخصصی در سطح شفاخانه هاست. کار دومی که در تلاش برای انجام آن هستیم، استفاده از تکنولوژی برای اتصال مناطق روستایی و دورافتاده به شبکه‌های شهری ماست. به عنوان مثال، در افغانستان ما کل آسیای مرکزی را مد نظر داریم. در شرق آفریقا ما به منطقه شرق آفریقا نگاه می‌کنیم و تلاش داریم سیستمی را بسازیم که با دولت سازگار باشد، نه در رقابت با آن، بلکه مراقبت‌های صحی سکتور خصوصی را در کنار سکتور دولتی ارائه دهد. این هدف ماست. بله، بسیار خوب. یکی از اعضای هیئت علمی ما اخیراً از سفری به الدورت در کنیا بازگشته و شفاخانه آقاخان رو در آنجا دیده. او امیدوار بود شما کمی بیشتر در مورد برنامه‌های آینده‌تان برای ساخت زیربناهای طبی در 10 سال آینده صحبت کنید. بلی، همانطور که گفتم، ما در تلاش برای انجام 2 کار یا در واقع 3 کار هستیم. اول، تلاش داریم مراقبت‌های تخصصی و تعلیمات را در مراکزی مانند نایروبی، منبعی، دارالسلام، کراچی، کابل و غیره فراهم کنیم. سپس تلاش می‌کنیم شفاخانه‌های ولایتی را به این سیستم وصل نماییم و پس از آن واحدهای صحی روستایی را نیز به این سیستم متصل سازیم. این هدفی است که ما داریم و می‌خواهیم آن را با شرکای خود انجام دهیم. این فوق‌العاده است. پس در واقع این ساختن سیستم‌های مراقبتی است. ساختن یک سیستم است. در واقع این فراتر از یک کشور است. ما به شرق آفریقا به عنوان یک منطقه نگاه می‌کنیم. ما به آسیای مرکزی به عنوان یک منطقه نگاه می‌کنیم. برای مثال، رسیدن از شمال افغانستان به تاجیکستان برای دریافت خدمات صحی بسیار سریعتر از رفتن به کابل است. بیایید کمی به موضوع معارف بپردازیم. شبکه انکشافی آقاخان کارهای فوق‌العاده زیادی در زمینه معارف انجام داده است. شما بسیار در مورد اهمیت تحصیلات عالی و تعلیمات مداوم صحبت کرده اید. ممکن است کمی در مورد فعالیت‌هایتان در این زمینه‌ها توضیح دهید؟ خب، من خوشحال هستم که توانستم اولین دانشگاه سکتور خصوصی در پاکستان را که دانشگاه آقاخانه است تأسیس کنم. آن دانشگاه مأموریت دارد که در داخل پاکستان و همچنین در سایر نقاط جهان فعالیت کند. اکنون ما در شرق آفریقا نیز فعالیت می‌کنیم. مسئله دومی که به آن پرداختیم، مناطق کوهستانی مرتفع آسیای مرکزی بود. ما دریافتیم که هیچ نهاد تحصیلات عالی استواری برای حدود 25 میلیون نفری که در مناطق کوهستانی آسیای مرکزی زندگی می‌کنند وجود ندارد. بنابراین تصمیم گرفتیم که به یک دانشگاه در آن بخش از جهان نیاز داریم. پس ما در تلاش برای ایجاد مراکز علمی هستیم که سپس افراد را از سطوح ابتدایی، ثانوی و حتی دوره طفولیت به کل این سیستم جذب کند. ما تلاش داریم کیفیت بین المللی را معرفی کنیم. بنابراین امتحان بکالوریای بین المللی به معیار استاندارد ما در سراسر جهان تبدیل خواهد شد و ما تلاش می‌کنیم تا افراد را به زبان ملی و به زبان جهانی انگلیسی آموزش دهیم
تا تمام محصلینی که از این سیستم فارغ می‌شوند از سطح تعلیمات بین المللی و توانایی زبانی برخوردار باشند، هم در علوم و هم در علوم انسانی، یعنی تمام طیف رشته‌ها. این فوق‌العاده است. بسیار خوب. این سوالی است که فکر می‌کنم بسیاری از سازمان‌های انکشافی با آن روبرو هستند. شما کارهای فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهید. از کجا می‌دانید که در حال ایجاد تفاوتی هستید؟ چگونه تأثیر کاری را که انجام می‌دهید ارزیابی می‌کنید؟ خب، ما شیفته ریاضیات و آمار نیستیم. بنابراین زمان زیادی را صرف تلاش برای درک این موضوع کرده ایم که مردم در محیط‌های مختلف کیفیت زندگی خود را چگونه ارزیابی می‌کنند. پس ما اول از همه توانسته ایم شاخص‌های کیفیت زندگی را از نقاط مختلف جهان جمع‌آوری کنیم که به ما نشان می‌دهد آن جمعیت‌ها چگونه به آینده خود می‌نگرند. ما با شاخص‌های کیفیت زندگی شروع می‌کنیم و وضعیت را در آغاز کار ارزیابی می‌کنیم. سپس یک برنامه را اجرا کرده، نتایج آن را می‌سنجیم، اصلاحات لازم را انجام می‌دهیم و گاهی هم عقب نشینی می‌کنیم. که البته همیشه تقصیر ما نیست. اما ما در واقع تا زمانی که بتوانیم در دشوارترین محیط‌ها باقی می‌مانیم. به عنوان مثال، ما در سوریه هستیم، در افغانستان هستیم، در بسیاری از کشورها حضور داریم، زیرا حضور ما دائمی است. هدف ایجاد سیستمی است که به دیدگاه‌های خود مردم پاسخگو باشد، نه بر اساس تصوری که دیگران از دیدگاه آنان دارند. بسیار جالب است. شما به سوریه و عدم ترک آنجا اشاره کردید. به طور کلی شما در کشورهای مختلفی در سراسر جهان کار می‌کنید. رویدادهایی مانند تروریسم و بی‌ثباتی سیاسی چگونه بر فعالیت‌های شما تأثیر می‌گذارد؟ آیا قصد خروج از برخی مناطق را دارید یا در آنها باقی می‌مانید؟ چگونه با این مسائل برخورد می‌کنید؟ در بیشتر موارد ما با جمعیت‌های همان کشورها سر و کار داریم. تا آنجا که ما می‌دانیم، اکثر سوری‌ها نمی‌خواهند سوریه را ترک کنند. این وضعیت با مورد یک اقلیت قومی در اوگاندا به عنوان مثال متفاوت است، جایی که ایدی امین تصمیم گرفت تمام آسیایی‌ها صرف نظر از اینکه از کجا آمده‌اند، چه ملیتی دارند یا چه باوری دارند، باید آنجا را ترک کنند. بنابراین هر مورد را باید جداگانه بررسی کرد. بسیار خوب. میخواهم کمی به تحصیلات عالی در ایالات متحده در جاهایی مثل براون بپردازم. شما در سخنهایتان در مورد دانشگاه براون بسیار لطف داشتید. یکی از مسائلی که میدانید این است که بسیاری از مردم در ایالات متحده درک بسیار محدودی از فرهنگ اسلام دارند. سوال این است که دانشگاه‌ها برای رفع این عدم درک چه کاری میتواند انجام بدهند و مثلا معرفی مواردی مانند هنر و معماری اسلامی و تحقیقات علوم انسانی را اینها را چگونه میبینید و معرفی اینها را در غرب و حمایت آن را چگونه ارزیابی میکنید؟ من البته در این زمینه با دانشگاه‌های آمریکایی کارهایی انجام دادم. یک برنامه معماری در هاروارد و MIT. ما اینجا در براون نیز یک برنامه داریم. بنابراین ما با دانشگاه‌های مشخصی در ایالات متحده و کانادا کار می‌کنیم. ما همچنین در حال افتتاح یک موزیم آقاخان در تورنتو هستیم که امیدوارم تا پایان سال باز شود و اولین موزیمی خواهد بود که کاملاً به هنرهای اسلامی اختصاص دارد. این اقدام مهمی خواهد بود. ما همچنین در حال بررسی ایجاد پل‌های ارتباطی میان دانشگاه‌های خودمان با دانشگاه‌های شما از طریق تبادل اساتید و محصلان و غیره هستیم. هدف اساسی این است که تمدن‌های اسلامی بخشی از دانش جهانی شوند. این واقعاً مهمترین چیز است. بسیار خوشحالم که ما میتوانیم در این امر سهم داشته باشیم و این یک همکاری خوبی بوده است. به طور کلی‌تر شما چه نقشی برای براون و دیگر دانشگاه‌های تحقیقاتی در آمریکا در بهبود کیفیت زندگی در جهان در حال توسعه قائل هستید؟ شما کارهای زیادی انجام می‌دهید
دانشگاه‌ها برای بهبود کیفیت زندگی در کشورهای در حال توسعه چه کاری می‌توانند انجام بدهند؟ It's a big That's asking what I'm این مانند آن است که بپرسید من در آینده از شما چه خواهم خواست. fair enough. but joking apart, اما صحبت از این است که دانشگاه‌های شما سنت طولانی مدت تمرکز بر تحقیق و دانش را به پیش بردند. concentration of research and knowledge, and it's not و a این تنها بخشی از تمدن غرب نیست، بلکه قرنها بخشی از تمدن اسلامی نیز بوده است. اما با توسعه اقتصادی و قدرتمندتر شدن دنیای شما دانش و تحقیقات بیشتری را در غرب متمرکز کرده اید نسبت به آنچه ما توانسته ایم در جاهای دیگر انجام دهیم. و همانطور که شما افلاطون را از زبان عربی گرفتید، so we intend to pinch ما نیز امروز قصد داریم دانش را از شما بگیریم. Fair enough. Very good. really I think واقعاً من فکر می‌کنم 2 هدف وجود دارد. یکی اول از همه کسب دانش است و همچنین بازآرایی ظرفیت‌های انسانی ما تا بتوانیم در جهان به شکل سازنده‌تری رقابت کنیم. هرچند واژه رقابت را دوست ندارم، بلکه فعالیت کنیم. Good. So we have time. بسیار خب، ما برای یک سوال نهایی وقت داریم و این یک سوال بزرگ است. ما محصلان زیادی در حضار داریم. آنها مشتاق ایجاد تغییر در جهان هستند. این یکی از ویژگی‌های بارز براون هست. شما این فرصت را دارید که به آنها مشورت دهید. جداً چه مشورتی به آنها در مورد شکل دادن آینده خودشان و آینده فرزندانشان می‌دهید؟ difficult question. سوال دشواری است. خب، فکر می‌کنم با گفتن یک چیز بسیار اساسی شروع می‌کنم. اول از همه، به چه زبانی صحبت می‌کنید؟ یک زبان یا چندین زبان؟ اگر به چندین زبان صحبت کنید، افق‌های شما گسترده‌تر است و می‌توانید در کشورهای بیشتری در سراسر جهان فعالیت کنید. Around the world. I think the second thing I would فکر می‌کنم نکته دومی که می‌گویم این است که از آنها می‌خواهم فکر کنند که در سن 35 سالگی می‌خواهند کجا باشند. اهدافشان برای میان مدت چیست؟ فکر می‌کنم این دومین چیزی است که می‌پرسم. سومین چیزی که می‌پرسم این است: آیا می‌خواهید یک شهروند جهانی باشید یا یک شهروند قاره‌ای؟ اگر می‌خواهید یک شهروند جهانی باشید، پس خود را برای آن آماده کنید. این مجموعه ای از اهداف متفاوت است. بنابراین به فکرم کل مسئله یک فرایند منطقی است که جوانان تحصیل کرده می توانند به روشی بسیار عقلانی به آن بپردازند. I think the final thing I would say و فکر می کنم نکته نهایی که می گویم این است که همه اشتباه می کنند. هرگز از آنها پشیمان نشوید، بلکه آنها را اصلاح کنید. دنیای کامل و زندگی بی عیب و نقص وجود ندارد. Very good advice. مشورت بسیار خوبی بود. بسیار از شما سپاسگزارم. thank you very much. Thank you. Pleasure.